بچه‌ها مثال کشه ای 15 هم تا دوامش میتیم. خب بچه ها را مانده من حرکت دوامش میتیم و مثال 21 وارد میشویم. نگاه میکنیم که در مثال 21 چی گفته استیم. مثال 21 از آغاز روز n ثانیه گذشت. n بوتون مقدار ثانیه های پس از دقیقه آخرین گذشته را حساب کنید. خب برای این ما علاقه چطور که میدونیم شما میتونید دستی بنویسین. ما برای آسانی کار اینجا کپی کردن میمونم. فقط جایی در کلیش نویسنده میریم. با مثال 21 این علاقه فرمولای ما در اینجا کمودش اصلاح میکنیم. اینجا در داخل کننده ما ایران توضیحش میکنیم. خورد کاتیم منظمیم ناد اینجا در شاست ای بود جوابی مثالی یکم بود و میگردیم به مثالی دویم یعنی 22. میشه ببینیم چی گفته است. از آغاز روز n ثانیه گذشت. n بوتون مقدار ثانیه های پس از ساعت آخران گذشته را حساب کنید. ای ساعت آخران درست خوندیم 22 بود. از ساعت آخران گذشته را ما باید چکار کنیم بیاوریم. انا ای هم باشه و مانندی یعنی مثالی بالاگی میشه فقط در وقت تقسیم 60 میلیون. انا اکنون میبینیم بچه هم انا تقسیمش میکنیم 3600. ای بود جوابی ساعت هایی که گذاشتگی هستم. انا که برمیگردیم با مثال 23. مثال 23 چی میگه یه بار میبینیم. مثال 23 از آغاز روز n ثانیه گذشت. n بتون مقدار دقیقه های پره که پس از ساعت آخران گذشته است حساب کنید. انا اینجا ما باید مینوت های پره که بعدی آخران ساعت گذشتگی همراه بیاریم. خب میشم کپی کرده میمانیم. مثال 23 درجه ما چیکار میکنیم. ما با همه علاقه را با همون ساعتمون تقسیمش میکنیم. بعد از اونی که ای پیدا شد موجوده یا تغییر یابنده دیگه هم میگیریم که ایش هم میمونیم s برابر ما اسم کامپوننت تا داشت کو ما دا اس کنیم در کارای او s برابر میشود x a b of x در اینجا b تقسیم راست. این بود جواب استیم. فقط موجوده فراموش نکنیم یا تغییر یابنده دیگه استعمال واش کنیم که کار کنم. تمام. این بود جوابی سوال 23. ما میگذاریم با سوال 24. سوال 24 درجه ما چکار کرده میتونیم یه بار میخونیم مسئله تا بعدا روزهای هفته چون رقم گذاری کرده شده هم یعنی روزهای هفته در گذاشته مالکی 0 یک شنبه 1 دوشنبه 2 سه شنبه 3 چهارشنبه 4 پنج شنبه 5 جمعه 6 شنبه. عددی بتونی که از پارچه از 1 تا 365 داده شده است. رقم روز هفته را برای کدامین روز سال معین کنید. اگر یکم ینوار همان سال روز دوشنبه باشد. اینجا در علاقه ما رقم 1 تا 365 را وارد میکنیم. باید با طریق 0 1 2 3 4 ما باید معین کنیم که همون کدام روزه. خب معلی بازی می نویسنیم. یکم برای ایجاد کمترکش تایرک ای را میگیریم کپیش کرده در اینجا میمونیم. علاقه دوامش میتونیم مثال 24 ما. خب فقط اینجا در کار بفهمیم که کامل روزی ما وارد میکنیم باید بفهمیم و شاخه ب برای علیش میکنیم با روزی کامل. علاقه چکار میشه در اینجا تکست مون درسته. اینجا در کار میگیریم اگر در خطی داشتیم ما در یه هفته 7 روز داریم.
تقسیمش میکنیم خودش الکی جواب میبروید. انا با انگلیش گذاشتم اینجا در است. خب انا بود جوابی مثالی 24. مثال اگر شرط یک بار دیگه شما بخونید نال یک شنبه اگر ما 8 وارد کنیم یا اینکه 7 باید جوابی ما یک شنبه باشه. بله 7 وارد میکنیم جواب یک شنبه یعنی نال خودش میشه. اگر 14 هم وارد کنیم شو انا میبروید. خب اینا که فهمیدیم دوامش میتیم. مثالی 25 هم میدونیم. مثال 25 چی گفته است؟ مثال 25 میگه که خب میگه که مثال 25 گفته است که روزهای هفته چنین رقم گذاری کرده شدند: 0 یک شنبه، 1 دوشنبه، 2 سه شنبه، 3 چهارشنبه، 4 پنج شنبه، 5 جمعه، 6 شنبه. عدد بتونی که از پارچه همون خودش داده شده است. رقم روز هفته را برای کدامین روز سال معین کنید. اگر 1 ینوار همان سال روز پنجشنبه باشد. با دقت باشین بچه‌ها. همینجا نویسندگیش تا همینجا شد همون. فقط اینجا را اهمیت بدین که اینجا پنجشنبه گفته است. با دقت باشین پنجشنبه. انا بالوگیش نباشه روز دوشنبه بود. انا اینقدر فرق داره نه که انا اینقدر فرق میتونه که شما را رقم کنه لکن روز پنجشنبه باشد. خب کد نویسیمون رو دوام میتیم برای اینجا. شما میتونید دستی بنویسین برای اذیت کنیتون. خب ما چیکار میکنیم؟ آغاز میکنیم. انا اینجا در کم تر نازکی در انا اینجا میشه که پلوس سه. کد همون کده فقط در اینجا پلوس سه میمونه. سببش هم با شما یه بار میفهمونیم. با اون سببی که این دوشنبه بود ما انیقش میکردیم و پنجشنبه را ختم حساب کنیم. دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه. خب 3 روز دیگه خوش میشه. برای همین ما درجه همراه خوش کردیم. مثال ما شد گارانتی رو اون کاریم. با همه شما میتونید سربلند و خانواده باشین تا نوارهای بعدی.